салом, охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. Имрӯз 20 августи 2020 сол. хабарҳоро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати корҳои хориҷӣ ва Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Мардумии Чин довталабонро аз кирдорҳои қаллобӣ ки донишҷӯёни хориҷиро дар Чин фиреб медиҳанд огоҳ мекунанд. ҳангоми интихоб ва дохил шудан ба муассисаи таълимӣ ҳушёр бошед, гуфта мешавад дар паёме дар сайти Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ интишор шудааст. طبق اطلاع وزارت معارف چین، وبسایت رسمی خبرگزاری سینخوا معلومات درباره دانشگاه‌ها در چین را نشر کرده است که در آن قلابان عمل می‌کنند. وزارت معارف چین از همه داوطلبانی که خواهش در مؤسسه‌های تعلیمی این کشور تحصیل کردن را دارند دعوت می‌کند که هوشیار باشند تا به دام دانشگاه‌های قلبکی نیفتند. اینچنین داوطلبان می‌توانند دانشگاه‌های انتخاب شده را توسط تماس با وزارت یا دیگر مقامات دخالدار توسط ویچت تفتیش کنند. طبق اظهارات رسمی وزارت معارف چین، همه دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها در وزارت ثبت نام شده رمز استثنایی خود را دارند که آن را در سایت‌های سیستم‌های مخصوص ثبت نام پیدا کردن ممکن است. جمهوری مردم چین بعد از روسیه دومین کشوری است که محصلین تاجیک می‌خواهند در آنجا تحصیل کنند. در مسئله توسط راهحل‌های وزارت معارف و علم در سراسر در اساس بورسیه‌های تحصیلاتی ده‌ها دانشجویان تاجیک به کشورهای خارج برای تحصیل فرستاده می‌شوند که در میان این کشورها نیز چین موقع خاص خود را دارد. موضوع پروازهای چارتری را نیز در برنامه امروزه بررسی می‌کنیم. وزارت کمونیکاسیا و وسایل اخباری عمومی فدراسیون روسیه جدول نو پروازهای صادراتی را از تاجیکستان به روسیه اعلام کرد. رویخط پروازها در کانال تلگرام این وزارت انتشار شده است. همین طور از 21 اوگوست تا 1 سپتامبر اجرای 25 پرواز از تاجیکستان به روسیه به نقشه گرفته شده است. گفته می شود که به همه شهروندان روسیه نوابسته از منطقه ثبت نام و جای زیست اجازه پرواز داده می شود. 21 اوگوست دو پرواز صادراتی از دوشنبه به سنت پترزبورگ و کراسنودار به نقشه گرفته شده است. روز 22 اوگوست شهروندان روسیه با مسیر دوشنبه مسکو می توانند پرواز کنند. 23 اوگوست دو هواپیما از خوجند به مسکو و از دوشنبه به سنت پترزبورگ پرواز انجام می‌دهند. هفته آینده روز دوشنبه 24 اوگوست باشد. 5 هواپیما روزانه دوشنبه را ترک می‌کنند. همین طور از روی نقشه انجام پروازها از میدان هوایی دوشنبه به شهرهای مسکو، قزان، سنت پترزبورگ، سورگوت و یکاترینبورگ گفته می‌شود. در ادامه 25 اوگوست دو هواپیما از پایتخت تاجیکستان به مسکو و سنت پترزبورگ پرواز خواهند کرد. روز چهارشنبه 26 اوگوست پرواز صادراتی از دوشنبه به کراسنودار انجام داده می شود. روز پنجشنبه 27 اوگوست دو هواپیما از خوجند به مسکو و از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستاده می شوند. پروازها در خطسری دوشنبه مسکو و دوشنبه سنت پترزبورگ 28 اوگوست نیز در نقشه گرفته شده است. روز دیگر شنبه 29 اوگوست شهروندان روسیه می توانند از پرواز دوشنبه سنت پترزبورگ استفاده کنند. طبق نقشه 3 اوگوست 4 پرواز دیگر نیز هست. اینها از دوشنبه و خوجند به مسکو و از دوشنبه به یکاترینبورگ و نووسیبیرسک. در سنه 1 سپتامبر باشد پروازها از دوشنبه به سورگوت، یکاترینبورگ و سنت پترزبورگ در نظر است. رقم‌های پرواز و وقت دقیق آنها حالا معین کرده نشده‌اند و دیرتر اعلام کرده خواهند شد. گفته می شود در خبر نشر کرده وزارت کمونیکاسیا و تکنولوژی‌های وسایل اخباری عمومی فدراسیون روسیه. یادآور می‌شویم که روسیه در پس منظر پاندمی کرونا ویروس از 27 مارس پروازهای منتظم را با تاجیکستان و دیگر کشورها قطع کرده است. تنها به شهروندان روسیه اعضای عائله آنها و اینچنین آن شهروندان خارجی که اجازه‌نامه استقامت در فدراسیون روسیه یا خود به اصطلاح روسیه وید نژادیتلستو دارند اجازه ورود به روسیه داده می شود. شما خبرهای این ساعت ها رو مستقیما میشنوید و از روسیه به بلاروسیه می رویم.
در بلاروسیا بر ضد مؤسسان شورای هماهنگسازی برای انتقال قدرت طبق ماده تصرف حاکمیت پرونده جنایتی باز نمودند، گفته است دادستان کل بلاروس الکساندر کونیوک. سخنرانی رهبر نهاد نظارتی را سپوتنیک بلاروس اقتباس آورده است. روز 18 اوگوست نماینده نامزد پرزیدنتی بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا اولگا کاوالکووا اعلان داشت که شتاب اپوزیسیون‌های متحد برای انتقال غیرجنگی قدرت شورای هماهنگسازی را تأسیس داده است. شورای اینچنین در نزد خود مقصد گذاشته است که مکالمه با پرزیدنت کنونی و اعضایان حکومت، آزاد کردن محبوسان سیاسی و برگزار کردن انتخابات نو را به دست دارد. الکساندر لوکاشنکو تأسیس شورا را کوشش غصب کردن قدرت نامید و مخالفین را در شکن کردن مناسبت‌ها با روسیه گناهکار کرد. پروکورور گنرالی بلاروس الکساندر کونیوک تاکید کرده است که مخالفین با تأسیس چنین شورا کوشش می‌کنند که به امنیت ملی کشور خلل وارد سازند. آخرین تحولات امروزه تاجیکستان و جهان را در روی موج رادیوی مهاجر مستقیما در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز میشنوید و به ازبکستان نظر میکنیم. از اول سال خونش در 1200 مکتب ازبکستان استفاده روزنامه و دفتر صنفی برای خوانندگان بکار کرده می شود. از یک طرف آن وقت آموزگار آن را صرف می کند که آنها برای پر کردن روزنامه خوانندگان و دفتر صنفی و نوشتن گزارش‌ها با دست خود صرف می کنند، وقت صرف می کنند و اینچنین همکاری های الکترونی بین پدر و مادران و مکتب را بهتر می کند. گفته می شود در خبر وزارت معارف می نویسد گازeta.uz. پیش از آغاز سال تحصیلی 2020-2021 وزارت معارف ازبکستان با پدر و مادران خوانندگان مکتب‌های توشکند و تقریباً 1000 مکتب‌های همه منطقه‌های این کشور خبر داده است که به جای خریدن روزنامه کاغذی آنها باید به سامانه الکترونی kundalik.com ابونه شوند. جاری کردن روزنامه الکترونی خوانندگان در مؤسسه‌های باقی مانده شهر و ولایت‌های ازبکستان علاوه از جانب مأموریت مکتب‌ها اعلان کرده می‌شود. ارزش ابونه به kundalik.com به 1000 سوم در یک سال به 10,000 سوم در یک سال یعنی به $1 برابر است. گفته می شود که در ماه اول والدان می توانند این نظام را در مدت تست استفاده کنند. مثلا معلومات شخصی همه اشتراکچیان روند تعلیمی تحت مایه با اعتماد قرار خواهد گرفت. این را وزارت معارف و علم جمهوری ازبکستان اطمینان داده است. و از ازبکستان به قرقیزستان می رویم. مقامات شهرداری پایتخت قرقیزستان یک قطار محدودیت‌هایی را که بر اثر سر زدن کرونا ویروس جاری گردیده بودند لغو کردند. برای تامین ثبات اقتصادی در حالت فوق‌العاده از امروز یعنی از 22 اوگوست کار بعضی سوبیکت‌های خواجگیداری دراز کرده شد و اینچنین ترتیب کاری نقلیات جمعیتی تغییر داده شد. شهر دادند در دفتر مأموریت شهرداری بیشکک. به گفته مسئولان به نقلیات مسافربر شهری در روزهای استراحت و عید اجازه داده شده است با رجای کاری از 7 صبح تا 11 و از 14 تا 23 شب فعالیت کنند. اینچنین در طول 2 ساعت تا ساعت 12:00 شب به وقت محلی کار قهوه‌خانه ها و طربخانه ها تمدید کرده شد، در حالی که تحویل خوراک و خدمت رسانی بارفروشی با رعایت قطعی معیارهای سانیتری اجازه داده شده است. محدودیت‌ها در باغ‌ها، خیابان‌ها، گلگشت‌ها برداشته شدند و به نقطه‌های اجاره دوچرخه‌ها اجازه فعالیت دوباره دادند. تعداد حادثه‌های آخرین اشکار کرده سیرویت کووید 19 در جمهوری قرقیزستان 42507 نفر را تشکیل داده 1054 نفر جان باختند. طبق اطلاع وزارت تندرستی این کشور وضع اپیدمیولوژی در این جمهوری معتدل شده است. با وجود این مقامات از شهروندان در که مسافه اجتماعی را رعایت کنند، نقاب‌های طبی پوشند و به ضرورت از رفتن به جای‌های سیراده خودداری ورزند. شرح آخرین تحولات روز را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز شنیدید. سلامت باشید.